دوست دارم یک سوال از شما بپرسم و دوست دارم که این سوال من رو با قلبتون جواب بدید. اگر امیدوارم، نمیگم اگر، انشاءالله همین ما روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ملاقات کنیم. در اولین ملاقات دوست دارید بهشون چه بگید؟ من فکر میکنم که اگر در دنیا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو ببینم، شاید قبض رو از دنیا برو، و اگر در آخرت پیامبر رو ببینم جز دیدار پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هیچ چیزی طلب نخواهد کرد. میدونم سوال من سوال سنگینی بود.